باور میکنیم مادری وقتی دختر کوچکش ناپدید شده بود 31 روز کامل خوشگذرانی کرد و آخرش هم از اتهام قتل تبرئه شد؟ اسمش کیسی آنتونی بود. تیر سال 2008 در فلوریدا مادرش با پلیس تماس گرفت و گفت نوه 2 سالش 1 ماه هست گم شده. کیسی به پلیس گفت دخترش پیش پرستاری به نام زنیدا گونزالس است، اما خیلی زود معلوم شد چنین پرستاری وجود ندارد و همه چیز ساختگی بوده. در همان 31 روزی که کیلی ناپدید بود، دوربین‌ها کیسی را در کلوب‌های شبانه و بارها نشان دادند. حتی خالکوبی تازه‌ای زده بود با جمله زندگی زیبا. وقتی از او پرسیدند چرا این همه دیر خبر داده، گفت خودش مشغول بررسی بوده. بدترین مدرک بوی تعفن ماشینش بود. مادر خودش به مأمور گفت بوی جسد از این لعنتی بلند شده. آذر همان سال بقایای کیلی را نزدیک خانه خانوادگی پیدا کردند، پیچیده در نوار چسب. با وجود همه اینها، سال 2011 هیئت منصفه گفت مدرک قطعی کافی نیست و او را از قتل تبرئه کرد. کیسی آزاد شد و فقط همان مدتی را گذراند که در بازداشت بود. تا امروز هیچ کس نمی‌داند واقعاً چه بر سر کیلی آمد. به نظرت حقیقت چه بود؟